روز 16 اپریل سال 2021 تخمینا ساعت 00 راننده автомاشین تمغه تایوتا فیلدر رحمتوف خیرالله موسویویچ سال تولدش 1970 راننده شرکت رخش تاکسی 3333 ساکن شهر بختر هنگام حرکت از سمت بازار نهی به سمت بازار حاجی شریف امین شهر در نزد طلبخانه آزیا از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد مدینوف بوریخان کارخانویچ سال تولدش 1961 ساکن شهر بختر را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد مدینوف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمات در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که سال 2018 مرد 41 ساله ساکن جماعت دیهاتی 8 نویه 8 با روی فریب به باوری مرد 43 ساله ساکن همین جماعت درآمده از او 580,000 روبل روسی گرفته از زمین‌های خواجگی دهقانی شیرمت امین نوحیه قطعه زمین نزد اولگی را غیر قانونی فروخته است. نسبت به گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی نویه شامنصور با عریضه مرد 29 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه اوگوست سال 2013 در محله خاوران همین نوحیه مسلم و رحمت الله نام شخصان با روی فریب به باوریش در آمده از او $5,000 امریکایی گرفته وعده دادند که قطعه زمین نزد اولگی را حجت گذاری نموده به او می دهند، اما مبلغ مذکور را گرفته به منفعت شخصیشان صرف نمودند. برای معاین و دستگیر کردن مسلم و رحمت الله چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا ادامه دارد.